اداره پایگاه خبری بامداد عریضه عبدالحد نوروزов یک معلم سابقه دار از دهه کوستاروش در کنار شهر پنجکین به نام رهبران اول کشور رسید که چگونه ناتوان بودن یک نفر بی‌پشت و پناه یا به اصطلاح رایج امروزه بی‌تغه در مقابل بی‌عدالتی نظام دادگاهی را به نمایش می‌گذارد. قرار معلوم در تاجیکستان مکتب‌های میانه را چند سال باز به بازار فروش لباس و دیگر کالاهای بازارشان کساد شده تبدیل دادند و چند کارچلان ساحه مسئولیت فروش این همه لطه‌پاره‌هایی را که در بازار کسی با یک پول پوچک نمیخرد با یک نرخی هم گفت همچون محصولات وطنی به گردن معلمان بار میکنند و معلمان به نوبت خود مجبور میشوند که پیش والدان شاگردان خود گردن کج کنند تا این لطه ها را به فروش زده خود را از این عذاب سوداگری زورکی خلاص کنند. عبدالحد نوروزов هم سال 2015 وقتی مدیر مکتب رقم 90 در دهه کوستاروش بود قربان امین کارچلان‌های ساحه معارف شده است. او حادثه را چنین نقل میکند: سال 2015 ماه اوگوست سابق مدیر شعبه معارف کریموف معروف که با جنایت از کار رانده شد مرا در وظیفه دیرکتور مؤسسه رقم 90 دهه کوستاروش کار میکردم مجبور نمود که از یولداش و خالده ارکینجانوفنا لباسهای مکتبی گیرم و به خوانندگان فروخته مبلغش را به او سپارم. در کل ماه 12545 سومانی مبلغ ها را به خالده سپاریدیم ولی 135 عدد لباس پسرانه و 39 عدد لباس های دخترانه را کسی نخرید. اینچنین 20 عدد شیر پسرانه و 19 دانه یوبکه را نیز برگردانیدیم. این عیار نمیدانم با معروف کریموف چه پیوندی داشته باشد. حتی صاحبکار نبوده است. او مالها را از بازار کاروان می آورده است و ما را چون صاحبکار فریب می داده است. تا امروز کارگاه دوزندگی او را دریافته نمی توانیم. نوروزов میگوید آنها 3 اکتبر سال 2015 لباسهای نفروخته را به خالده یلداش و برگردانیدند ولی تنها خطای ما در اینجاست که زبان خط او را نگرفتیم چون که کوهستانیان از میهمان پرسیدن چیزی را روانه میبینند. اما یلداش و به ضد آنها به دادگاه شکایت برده است و اینک چند سال باز این معلم بیچاره عذاب چند روز لباس فروشی زورکی را میکشد. نوروزов می نویسد از دو توز زیاد در این چند سال بیمار عصب شد و پول ندارد که پول تحصیل فرزندش در دانشگاه دنغره را پرداخت کند ولی به بالای این دادرس ظاهرزاده بر اساس دعوای خالده یلداش و معلم را 6330 سومانی قرضدار برآورد. او باید همچنین 440 سومانی و 50 درم به فاند انکشاف استحصالات اجرای خدمات بسپارد ولی الکی ماه اکتبر از معاش ناچیز معلم نوروزov 867 سومانی به فایده خالده یلداش و بازداشته شد. البته برای کسی این 6773 سومانی و 59 درم پول کلان نباشد ولی برای معلمی که به این هم معاش ناچیز میگیرد مبلغ بزرگ است. عبدالحد نوروزov به این دلیل از رهبران اول تاجیکستان کمک خواسته است. معروف کریموف در کدام اساس این زن را چون بلای آسمانی به سر ما جبران معنوی من برای برقرار نمودن سلامتیم از حساب معروف فرستاد. کارخانه لباسدوزی او در کجاست؟ آیا او به دولت انداز می سپارد؟ من باید دانم که این گونه کارخانه وجود دارد. بر ضد سودیا ظاهرزاده پرونده برای ناعدالتیش بازگردیده و او به من فهماند که چرا مرا با مواد پرونده شناس نکرد و چرا شاهدان ما را به حساب نگرفت. یلداش و خالده ارکینجانوفنا برای تهمت باید به جوابگری کشیده شود.